کجی کجی الو کجی کجی ما خیال کدوم تعزینی تعزینی دیگه شنی جانجوری خیریته شکر فضل خدا دم خیر هستی جانجوره شکر دم من پولم دارم چندی داری؟ آل به سرایه من 90 ریف پول مدر من گفته که اینا رو بخور قایم که بدن تقلق 90 ریف شده جمع کردم اگه میری بریم اون روز که برفته کدی تو کاغذباد دیرو انا میریم پول مالون اونجا از سویری میدم لنگ 10 ریف 20 ریفیه از اینجا سوار شو بدیدی کو پارسال کو نرفتین از اینجا سوار میشه میریم ولی اوستر با پس میایم اینجا مرتگه 10 ریفیه 20 ریفیه میستونه اسب هم حتی تو هم اسب هسته سیه دیرو که برفتی مرا که بزرده گفتی بیا مدی مرا مکتب بنختی نخت داشتی به مکتب نخت داشتی من به مکتب برو با بزرد خوب برم به خود خوبه داشتی گفتم گیل لگیر بدی به من ندیدی وانا کم با ببور از اسبا بدم امرو اسب خوبه تو سوش اگه با مکتب چه کنی؟ پیلاتور میدم دیوانه به مکتب میری اینجا ببری کل نخود و شور نخود بفریشی چی بکاره؟ بیار تو به مکتب نرفته چه کار شده؟ خدا گیلت پیار من خوار شدیل دل بند من من نازه نیه ترسه خوب ای بگو برفتم به مکتب برو لباسا خود سکو کیفا خور لباسا خود قایم کن برو قایم کن خود تو برو من میام کجا میه؟ میام همون جای که هر روز خودی هم با می شدیم میرفتیم همون جگاه نه بیا دم سرم پولا خورم ور دارم ور نداشتم این کیسی من سکو خاطر این کیسی من چیز نداره این کیسی من جا نداره نه خب پولا بدون دست تو خب برو پولا پیش ما باش میای؟ آها برو میام دست را شما برو بیا تو برو دیگه دست که پیار با پا دل بند من من نازه برو دیگه در نداری که نکه خوبه برو بیا دیگه میری برو که بخی که قایم کردم بری چی؟ بری کجا بری؟ کجا بری؟ من در تو داشت بری تیز رو بیا منو سلام علیکم سلام علیکم بخیر بخیر سلامتی شکر زنده باشید بفرمایید بخونه که چای بخورید خیلی بینید تشکر میگم این بچه شما کجیر به کجاه بچه ما کجیر به خونه بیدک به درس بودن میرم پیشم یه همچین پیاه بکنم در ساخو نوشته میکنیم چی راه در ساخو نوشته میکنم آخری بچه شما کجیر که 15 روز بشه به مکتب نماده چند روز؟ 15 روز اشته به مکتب نماده هر روز از ما 20-20 روپیه پول میستونه که ما به مکتب میرم نه ماما جان من از اداره مکتب نکرده انصفی از اونم گفتم باشه سعی کنم بیام شاید خدای نخواسته یک دم مریض شده باشه که از او غیر حاضر نکنم انا بیام خبر بگیرم 15 روز میشه بچه شما مکتب نماده ما ری کرده گفتم برو بابا هر شب کتابا خور میارم اینجا به پیش ما اینا نوشته میکنم میگم ما به مکتب معلم به ما این درس داد این درس داد این درس شما میگه 15 شاید شما خبر نباشین او دیگه به یک حساب گناه شما هم هسته شما مگه هفته خبر بچه خود از مکتب بگیرید اما دیگه 15 میشه نماده خدا میدونه که به کجا میرفته باز یک پرسان از او بکنه خاطر بگه سو به مکتب بیا یا اگه نمیاد که مشکل است بخور ما این کبر چای بخور تشکر زنده باشید خدا
ده دفعه به تو زن بگفتم که پشتیبانی از این بچه نکو 15 روز میشی به مکتب نرفته امروز هم سیفیو میامده به دروازه خونه میگه 15 روز میشه به مکتب نماده ما که صبح به دیگور میرم شوم میایم من چی خبر دارم کی به کجا میره تو میگی به مکتب میره اشته به مکتب میره بچه هر روز به مکتب میره صبح نمیبینی ساخت خور میداره میره پس این سیفیو میاد آدم سر دروغ میگه تو زندگی می بچه مر تو خراب میکنی زندگی می بچه تو خراب کردی صبح 20 روپیه پولم با خود میسونه ساخت خور میداره میره مکتب چاشتم میره هر روز خود میره این بچه علمی تا طرفتری بچه رو بگو آخری ببینم چه کار خواهد شد معلم من هر روز باشه میشه بخیر با این مطمئنم بچه میشه اگه خدا بیا بدی نره آقا ننه این دو شرطو نبینم بیا بچه ننه که مکتب میرفتی کجا رفتی هر ساعت نه کوچه بودم ننه کجی بله بابا بیا بابا اینجی کار داری بابا یعنی معلم شما سلام را به شما یاد نمیده سلام کنیم بابا دم نه خب مکتب هم که میری بابا دیگه بابا هر روز نمیرم بابا 20 هم میگم میرم به مکتب دیگه میرم بابا مادر تو امروز بگفت اگه بچه پیاده میره به مکتب یک باسکل امروز بستو خیر بیدی بابا باور کنیم ما پادر نمازون خیلی یک باسکل بسونیم با اتب دور هر روز پیاده میرم و میام خب مکتب دوگان خوبه خوش میگذره خدا را شکر خب راست خود بگو که تو همین 15 روز که به مکتب نرفتی به کجا بودی؟ کجا 15 روز بابا؟ همین 15 روز که هم سیفی تو میام دادم دروازه که 15 روز میشی به مکتب غیر از زیری داره نماده گردن به من میرم بابا دروغ گفته هم سیفی تو دروغ گفته؟ بابا اگه تو به مکتب ببردم معلم گفته اگه 15 روز میشه غیر از زیری کرده چیکار میکنی؟ چی میگی و جواب چی داری؟ راست خود با ما بگو اگر راست خود بگی تو پیش معلم نمیبرم بابا نمیزنی؟ نه نمیزنم بگو خب بابا هر روز که ما شما رو با مکتب گیلن میام از سر را و قرار کرده میگریدن میگفت کجی میگفتم هو میگفت که مکتب نرو بیا خودی ببریم برام کبوغزادا بری کبوغزاد دعوا میکنی قرار کرده بلاغ میشم میگیری میبونی میفروشی چی میگی میخری گیلن به تو گفته برم نرو به مکتب ابو صادر میگی بابا چیش تو برفازی کردی او خودت با خود چکار کرده که به تو کنه من نمیفهم اون تا باشم یا با پشت بوم برای کاغذ میده یا به تک کوچه از اون دیگه چی کار ساختیه بابا چی میگفتم من میرم با مکتب بابا من میزنه پس مادر تو چرا طرفداری تو میکنه بخی بگونه نم سرا گیلن بخی درست بخی حرکت کن چکاره؟ کجا نایده؟ مدام سرا گیلن برو که گیلن بیشتر بخی مکتب بگونه 15 روز میشه غیر از این داره تو خوب مادری که خبر هم نداری بابا علی برو گیلن رمزون سلام علیکم و رحمت الله بخیر جان شما جان اختیار هستیم خوبی شکر شما خوبی چی خوبی داره کجی همین برای سوالی شما همین گیله که میگم یعنی شما رو به خدا ما چه کار کنیم همین منطقه ریاله کنیم برای شما 15 روز میشه همین بچه من از مکتب بنداخته یک روز به بازی میبره یک روز برات کاغذباد میبره یک روز برات گله میره یک روزی برای یک روزی برای یعنی ما به کجا بریم آخه برار میگی لکه با مکتب حالا نمیره خود شما میفهمید که او مکتب رخصت شده دیگه اون کی حالا به مکتب میگیره آدم ساده حالا به هر صورت شما با بچه شما خیلی هوشیاره بگیم حالا این زتانه تمرزه نده چی گپ برار گپ همینه که همین برار خود بفهمونیم زده همین بچه من از مکتب نندازه خود من خبر داریم که من صبح ساعت 6 بجه میرم 7 شب به خونه خو میایم من دیگه نمیتونم 24 ساعت به دنبال از این بگردم دست از این میگیره برای از گفته بیا بریم کاغذباد بگیریم بخو بفروشیم بریم گله بخریم همین کارا خوبی داره شما به خدا همین که شما ساعت 6 بجه صبح میریم 7 شب میایم ما تا میکردیم ما از شما دلتره ما به نصف شب میایم بفهمیدین باز ما به شما یک چیزی بگم همینا که به تعمی کوچه هم ما و شما خبر نداریم به چی خود شما بگردانیم بگیم به خودی همی گیلک شما که میگیم این سعادیه اون نافهمیه خودی همی گیلک نگرده که تو را مکتب تو نندازه تو خوال همی تا نهال بی ثمره شده تو نهال بی ثمره نشد خب دیگه وقتی که من بیام برای شما بگم بیایم که برار بریم به جای بچه کار شما نمیرین نه شما اگه با ما بگیم بریم خانه سر ساختمان هم بیا که خودی هم بندازیم میفهم که شما ساده ایم نمیفهم من نمیفهم خب یعنی با گپ باشه به چی شما اگه قد نداره خیلی حافظی و قویه خب یعنی من برار برای شما گلی خور بکردم ما و شما همسایه 20 ساله ایم خودی هم دیگه از صبح سر صدا ما و شما بلند صدا ما و شما چشم به سر هر چیشون من برار خور میفهمونم
خود شما هم اول بگفتین که او سعودیه. وقتی این سعودیه من جور بفهمونم اون سعودیه. او تغییری نمیکنه. اگه او تغییر که دو حال 20 سال از من کلانتره. من بیشتر وقتی او بزید سباخ میزنه آیا برادر 20 سال از دادن کلانتر بشه آدم میزنه او. از بس سعودیه نمیفهمه فکری کار نمیکنه. بابا باش ما مرا خود مثلا خود اصلا میگم. چی میکنه. قبل از تو شما بچه خود بفهمونه. راست میگه. گیلک چی گپ زدن داره که گپ زنه. من به شما می توصیه میکنم میگم گیلک سعودی خود شما میفهم بچه خود عراده بگردونه. دیگه اگه طور بدی رو گله نکنی. شما از گپ آزرده نباشین. خود شما خبر دارین برای سعودیه. از سعودی هم هیچ گیلی نیه. بیا که بریم یک دفعه با مکتب هم بریم. خب بخشش باشه دیگه. منتظر بفهمونیم بیتره. خوبه چشم بریم خدا حافظ. خدا حافظ رو خدا حافظ. سلام علیکم مامان نیلولا. ایوار بیا با تو کار دارم. و علیکم. استاد ساده. بله. بگو. تو شرم داری؟ حیا داری؟ همین میفهمی که نداری. چی تو ندارم؟ دیروز بچه من کجا برده بری؟ کی؟ همین بچه من خورده، من خورتکاکه. کجی؟ کجیره. مامان نیلولا من هیچ جا نبردم. بیشتر توی جا نبردی. 15 روز میشه بچه من از مکتب مفتاده. میگه هر روز میگه همین گیلک دیونه میاد در سر من کش کرده میبره. بیشتر نبردی. یک روز میبری به کاغذ بازی، یک روز میبری به اسدونی، یک روز میبری به بازی میبری. همین پول به تو کی میده؟ من میرم تو پرسان کنم. ودی تو گپ بزنم. همین پول به تو کی میده؟ کدی پوله؟ همین پول تو از کجا میاری؟ که تو بچه میری یک روز به بازی میبری، یک روز به کاغذ بازی میبری، یک روز به اسدونی میبری. مامان من چک کنید. قد تا بالا ما به دل شما شه. همین بچه شما کجی. این اگه به قانونی سینسه کنیم یه از میل کتکار نیه. تو قد تا خود خورسه کو ارسه کو. خب او گفت بیا بریم اسب سوارشیم. اسب سوارشیم او به پول مالا. به تو آدم گفت بیا بریم اسب سوار شیم. تو عقل همو قدر میکشه که با تو بگم. یعنی من داشتم قد خود اسب پیدا کرده بود گفت بیا بریم گله. اسب او اسب سوار شده. کاغذ بادم تا چیز گو بگیری. او وزی هم بکنی. یعنی همین بچه ها همین همسایه کدوم از اینا رو تو به بازی برات کاغذ باد برات اسب دوونی نبردی. کدوم همسایه دست تو فعلا شکایت نداره. من نمیفهم. من همه قدر به تو میگم. این دفعه هم به خاطر همسایه داری ما تو قرار ندارم گپ ندارم. دفعه دیگه اگر بفهمیدم که تو بچی مرا آدم سرا بیامدی بردی تو به قرار میزنم که تا 6 ماه مکمل نون تو سگ گربه بخور. سگ گربه بیکاره که بیای نون مر بخوره. سگ گربه بد میکنه که نون مر بخوره. نه. یعنی با تو پس میادم سرا میبری؟ نه خب مامان لیلا خب بچه شما میایه میگه. بچه آدم برات تو میایه. بچه برات تو میایه. او از تو هم این اندازه تو نمی قدر تونه. تو قد خود خورسه که دو برابر از اونی. خب بشینم هم قد میشم. یعنی هر چی که برار تو که میگی سادی این نمیفهمی تو عقل تو لازمه بیشتره. بیشتر سادی. خب بگی نگیده جان. خب. خودت تو مگه بزن خنده نکو. خنده نکو خودت تو مگه بزنم. دیگه برات بچه من نمیایی. سر تو دیگه. چونه میشه. سر تو دیگه. با خدا بد کردم دیگه. دیگه برات بچه من نمیایی. نمیای مامان لیلا چرا بزنی من؟ برو دیگه. من تا پیرک شما سی کردم. تو با تا پینک بچه کردی. دیگه برات بچه من نمیایی. برو. تا پیرک شما فقط میدون است دونیه. سر کو.